سلام، حالتون چطوره؟ امروز قراره یاد بگیریم چطوری لایسنس رایگان نوت 32 برای خودمون تهیه کنیم. از این راه میتونید کسب درآمد کنید، هیچ محدودیتی نداره. خب بریم سراغ کارهایی که باید انجام بدیم. ابتدا وارد سایت تمپ میل میشیم. از اینجا یک ایمیل کاملا رندوم به همون میده، کپیش میکنیم، وارد سایت نود 32 میشیم. وارد سایت نود 32 میشیم. خب این قسمت برای ورود کاری باش نداریم، ما میایم اینجا اکانت جدید درست میکنیم. در این قسمت ایمیل رو پیست میکنیم، ادامه رو میزنیم. خب حالا میگه یه پسورد برام وارد کن. من میام از این سایت خب یک پسورد کاملا رندوم انتخاب میکنم و اینجا پیستش میدم. خب یه کشور هم اینجوری بزنید، فرقی نمیکنه کجا باشه. لاگین میکنیم. وقتی که لاگین کردیم فقط کافیه که بریم توی این باکسمون و وریفای کنیم. Get Start. خب اینجا توی این قسمت زیرش، زیر جایی که جیمیلمون رو داریم، از اینجا نامه رو باز میکنیم و روی کانفirm رو میزنیم. خب بعد از اینکه کانفirm کردیم Get Start رو میزنید. از بین این سه تا گزینه سوم انتخاب و کانتینیو. حالا با توجه به دستگاهی که دارید، اگر اندرویده که این، و اگر اندروید نیست ویندوز، فعالساز ویندوز رو میزنید کانتینیو. حالا بهتون میگه ایمیلی که میخواید براتون ارسال بشه رو بنویسید که ما همون ایمیل هم استفاده میکردیم وارد میکنیم که اینجا هستش. بفرسته بهش. حالا زیاد مهم نیست، صرفا برای رد شدن از این مرحله است و میگه که ارسال شد. اینجا جاییه که خودش بهتون نشونش میده و اوپن رو که بزنید اکتیویشن کی اینجا هست. ساخت لایسنس نوت 32 هیچ محدودیتی نداره، شما میتونید هر چقدر که دوست داشتین یک ماهه بسازید. باید توی قسمت تمپ میل گزینه دیلیت رو بزنید تا یک جیمیل جدید بهتون نشون بده و باهاش یک اکانت جدید بسازید. خیلی دوستتون دارم، مرسی که تا اینجا همراه من بودین. سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه.